در خدمتی که مخاطبین جشنواره فیلم فجر می‌خواستیم نظرشون در مورد فیلمی که اکران شد و جویا بشه. فیلم خوبی بود. قسمت منفیش به نظر میاد که ترسناک نبود، و نکته آموزنده‌اش به نظر میاد که قسمت ترسناکشون جهل مردم مثل لطف شما. اما نظر خودم اینه که متاسفانه توی فیلم این نکته خیلی منفی داشت، اینکه اگه مردم آگاه با جهل مردم مقابله کنن خودشون آسیب می‌بینن. یعنی تمام فیلم، حالا من جان ترسناکش واقعا درس کردم، ترسش واقعا خیلی بود، اما جایی نشون داد که اگه یک نفر آگاه با جهل مردم برخورد کنه، بزرگترین سرمایه زندگی خودش این عشقی هست از دست خواهد داد. و این تنها نکته فیلم منفیش بود، وگرنه تمام افکت گذاری‌ها و بازیگران خیلی خوب بود. کاش که پایانش رو با یک چیز بهتری انجام میداد. این نظر من به عنوان یک تماشاگر بود. خیلی تلخ بود، شاید جهل مردم تلخ باشه، اما این شیوهی که ما داریم پرداخت انجام میدیم فکر کنم کافی نبود. مثل از این که با ما وقت دادیم. مرسی، خیلی ممنون شدم.